جمشید اندلیبی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده قهار ساز نی بود که نواختن نی رو توی اول راه بدون هیچ استادی یاد گرفت و بعدها تو دانشگاه تهران و در محضر استاد حسین عمومی این ساز رو حرفه‌ای‌تر آموزش دید و همینطور به ردیف‌های موسیقی سنتی ایرانی پیش نصرالله ناصح‌پور، نورعلی برومند و محمد رضا لطفی مسلط شد. استاد جمشید اندلیبی که سال 1336 توی شهر سنندج به دنیا آمده بود، 10 سالگی موسیقی رو با ساز آکاردئون و کلاس‌های فرهنگ و هنر سنندج که حسن کامکار سرپرستی می‌کرد شروع کرد و توی نوجوانی به عضویت گروه نوجوانان و ارکستر بزرگسالان سنندج در اومد و به همراه گروه کنسرت‌های زیادی رو اجرا می‌کرد و تحت تاثیر تکنوازی‌های نی استاد حسن کسایی به این ساز علاقمند شد. جمشید اندلیبی سال 1354 تو آزمون ورودی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تو رشته موسیقی قبول شد و بعد اون به همراه پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده به عضویت گروه عارف در اومد و این گروه که با سرپرستی مشکاتیان تشکیل شده بود، اولین کار گروهی خودشون رو توی رادیو سال 56 با آثاری از یوسف فروتن اجرا کرد. استاد اندلیبی سال 58 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و بعد اون وارد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی شد و این مرکز رو که داریوش صفد و سال 47 راه اندازی کرده بود با هدف شناسایی و گسترش موسیقی سنتی ایرانی فعالیت میکرد و توی پرورش موسیقی دانای جوان نقش پررنگی داشت با هنرمندانی مثل جلال زلخونه، محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان از چهره‌های شاخص این مرکز بود. جمشید اندلیبی همزمان با مرکز اشاعه موسیقی به عضویت کانون فرهنگی و هنری چاوش هم در اومد و سال 1360 برای یاد گرفتن تکنیک‌های پیشرفته‌تر نوازندگی نی پیش حسن کسایی و شهر اصفهان رفت و استاد کسایی توی اصفهان سالها مکتبدار موسیقی تو رشته‌های نی، ستار و آواز بود. استاد اندلیبی سال 62 توی آلبوم جاودانه نینوا که حسین علیزاده آهنگسازی کرده بود تکنواز نی بود و هنرنمای اندلیبی توی این اثر تنها با یک بار اجرای استودیو به سر رسید و این اثر که توی دستگاه نوا و آوای ساز عرفانی نی ساخته شده بود به نام نینوا روانه بازار شد و به گفته علیزاده این آلبوم یک اثر مذهبی نبود. آلبوم بیداد که اثر مشترک پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان بود توسط استاد اندلیبی نینوازی شد و این اثر که سال 64 منتشر شده بود توی دستگاه‌های همایون و شور ساخته شد و غلام حسین بیکچه‌خانی، محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر و اردشیر کامکار از هنرمندان اصلی بودند و به گفته شجریان این آلبوم به دلیل فضای سیاسی بعد انقلاب اسلامی ساخته شد. جمشید اندلیبی تو ساخت آلبوم دستان با صدای شجریان و آهنگسازی مشکاتیان نقش پررنگی داشت و این اثر رو که گروه عارف تو دستگاه چهارگاه اجرا کرده بود سال 67 روانه بازار شد و اشعاری از سعدی و حافظ از ترانه‌های اصلی دستان بود و همین گروه آلبوم نوا رو هم یه سال بعد روانه بازار کرد
که نینوازی این اثر هم به عهده عندلیبی بود و آوای سنتور مشکاتیان طنین انداز این آلبوم بود. نینوازی آلبوم دود عود مشکاتیان آسمان عشق داریوش پیرنیاکان و یاد ایام رو استاد عندلیبی انجام داد و توی اثر یاد ایام با صدای محمد رضا شجریان قطعاتی توی دستگاه شور رو به صورت زنده کشور آمریکا اجرا شد و همایون شجریان تنبک نوازی کرد و داریوش پیرنیاکان هم خالق نواهای تار این اجرا بود. سال 75 آلبوم رسوای دل که به صورت زنده و توی دبی اجرا شده بود با همراهی عندلیبی و آواز جاودانه شجریان رو توی دستگاه سگاه ساخته شد و گروه آوا از هم نوازان اصلی این کنسرت بودند و توی اثر پیام نسیم که شجریان خوانندگی کرد و داریوش پیرنیاکان هم سرپرستی کرده بود، جمشید عندلیبی همکاری ویژه‌ای داشت و اشعاری از سعدی، حافظ و بابا طاهر توی آواز ابوعطا اجرا شد. آلبوم دل مجنون رو که ستار داریوش پیرنیاکان و آواز شجریان طنین انداز این اثر بود، جمشید عندلیبی سال 69 نینوازی کرد و سرو چمان هم که ساخته پیرنیاکان بود با همکاری ویژه عندلیبی همراه شد و این اثر سال 70 تو دستگاه ماهور روانه بازار شد و شرکت دلاواز ناشر این آلبوم بود. استاد جمشید عندلیبی علاوه بر نوازندگی تخصصی ساز نی تو زمینه آهنگسازی هم حضور فعال داشت و آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و بابا طاهر از فعالیت‌های پررنگ استاد بود و همینطور عندلیبی قطعات ابوالحسن صبا رو با ساز نی و به صورت ردیف‌های آموزشی تنظیم کرد و در اختیار علاقمندان قرار داد. اما استاد عندلیبی 15 اسفند 1402 توی سن 66 سالگی بر اثر ایست قلبی در خانه شخصی درگذشت و پیکر استاد 3 روز بعد تو قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد و توی مراسم هنرمندان و دوستداران استاد حضور داشتند و در ابتدای این برنامه گروهی از هنرمندان دفنواز اهل کردستان تو قالب یک آیین ویژه پیکر مرحوم عندلیبی رو به سمت محل خاکسپاری مشایعت کردند. حمیدرضا نوربخش توی مراسم خاکسپاری عندلیبی گفت جمشید عندلیبی توی اوج خانه نشین شد و این یک درد بزرگ است و هنرمندانی مثل عندلیبی باید روی صحنه باشند و اینکه چرا نیستن یک پرسشیست که باید به اون جواب بدیم. و داریوش پیرنیاکان هم تو مراسم تاکید کرد که جمشید عندلیبی قلب بسیار آرام و صافی داشت و شاید به همین دلیل از طرف برخی ها بلاهای زیادی رو متحمل شد و عندلیبی از جمله هنرمندانی بود که زمان پختگی خانه نشین شد. از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی